وایکینگ ها دریانوردانی بودند که در جنوب اسکاندیناوی یعنی دانمارک، نروژ و سوئد زندگی می کردند. از اواخر قرن هشت تا اواخر قرن 11 میلادی از اروپا گرفته تا دریای خزر و روسیه پا گذاشتند. آنها بخشی از یک فرهنگ پیچیده اسکاندیناوی را تشکیل میدادند که هم جنگجو و هم غارتگر بودند و هم تجارت می کردند. در تاریخ وایکینگ ها شعرها و نوشته هایی به جا مانده که نشان می دهد قصه گو و شاعر فوق‌العاده‌ای هم بودند. با این حال آنقدر به خشن بودن و غارتگری معروفند که به سختی می شود باور کرد که هنرمند، قصه‌گو و بازرگانان خوبی هم بودند. نوع زندگی وایکینگ ها بسیار روستایی بود و تقریبا هیچ شهری در بین جوامع آنها وجود نداشت. اکثریت قریب به اتفاق از طریق کشاورزی یا در امتداد ساحل از طریق ماهیگیری امرار معاش ناچیزی می کردند. و آنها در قرن 7 و 8 متوجه شدند که قایقها به جای اینکه فقط از پارو استفاده کنند با بادبان هم کار می کنند. کم کم قایقهای کوچک به کشتیهای بزرگ تبدیل شدند. این کشتیها را طوری طراحی کردند که به راحتی و به سرعت در هر نوع عمقی از آب حرکت کنند و به راحتی در ساحل کناره بگیرند. اینکه دقیقاً از چه زمانی، چطور و چه عده‌ای از وایکینگ ها تصمیم به متحد شدن و تعیین یک رئیس برای حمله به مکانهای دیگر گرفتند مشخص نیست. شاید با خودشان در جنگ بودند و هر کس قدرت و فامیل بیشتری داشت رئیس میشد. شاید هم کسانی که مناطق دیگر را دیده بودند آمدند و از ثروت آن طرف آبها تعریف کردند و وایکینگ ها که به سختی با کشاورزی و ماهیگیری زندگی می کردند تصمیم گرفتند که به مناطق دیگر حمله کنند. شاید هم هر دو این موارد باعث شد تا آنها به افرادی جنگجو برای به دست آوردن ثروت تبدیل شوند. اما چیزی که از اولین حمله آنها ثبت شده از سال 793 شروع می شود. بعد از آن در سال 795 در ایرلند و 799 در فرانسه اولین حمله های وایکینگ ها ثبت شد. کسانی که قربانی این جنگجویان وحشی می شدند به آنها وایکینگ نمی گفتند. این نام بعداً به وجود آمد و در قرن 11 رایج شد و احتمالاً از واژه ویک گرفته شده که در زبان نورس قدیم که وایکینگ ها با آن حرف می زدند به معنای خلیج یا ورودی است. به جای وایکینگ به آنها دنی به معنای دانمارکی ها گفته می شد. البته این دانمارکی که امروز ما می شناسیم با آن دانمارکی که آن موقع می گفتند فرق می کند. منظورشان از دانمارکی ها شمالی های بیدین و ایمان بود. وایکینگ ها اول فقط با چند قایق به مناطق مختلف حمله می کردند. بعد از اینکه کمی آذوقه غارت می کردند و در برابرشان مقاومت می شد به خانه برمی گشتند. اما در دهه 850 حمله های بزرگتر به جنوب انگلیس، ایرلند و در امتداد رود سن در فرانسه شروع شد و پایگاه‌هایی را درست کردند تا از آنجا شروع به تسلط بر مناطق داخلی بکنند. این حملات در نیمه دوم قرن نهم به کرسند رسید. وایکینگ ها در ایرلند بندرهای طولانی و مستحکم مثل بندر دوبلین را درست کردند که از آنجا به قسمت شرقی جزیره تسلط داشتند. در سال 885 در فرانسه بعد از اینکه پادشاهشان از نظر سیاسی شکست خورد، ارتش وایکینگ پاریس را محاصره و تقریباً آنجا را تصرف کردند. در اسکاتلند بر شتلند و هبرید تسلط پیدا کردند و در سال 865 وارد انگلستان شدند. نورسامبریا را شکست دادند و در سال 866 پایتخت جنوبی آنها یعنی یورک سقوط کرد. به همین ترتیب
بخش‌های دیگری از انگلستان را هم به تصرف خودشان درآوردند. وایکینگ ها سالها در منطقه وسکس انگلستان حکومت کردند تا اینکه آخرین پادشاه آنها اریک بیدالکس اخراج و در سال 954 کشته شد. با این حال آداب و رسوم وایکینگ ها به ویژه دانمارکی ها در آنجا ادامه داشت و هنوز هم رد پای دی ان ای اسکاندیناوی را می شود در منطقه‌ای که قرنها به عنوان دنلو مصروف بود پیدا کرد. در اواسط قرن 11 پادشاهی متحد در دانمارک، نروژ و سوئد ظاهر شد و در نهایت از شدت حمله وایکینگ ها کم شد. در اوایل قرن 11 زمانی که لشکرکشی های تحت حمایت سلطنتی موفق شدند انگلستان را دوباره تسخیر کنند و پادشاهان دانمارک را بر تخت سلطنت بنشانند، در واقع آخرین فعالیت وایکینگ ها در اوایل قرن 11 بود. وایکینگ ها قسمت های زیادی از اسکاتلند به ویژه اورکنی، منطقه‌ای در اطراف دوبلین و بخش بزرگی از اوکراین و روسیه را هم برای سالهای زیادی تحت کنترل خودشان داشتند. اما این وسعت مناطق تسخیر شده به دست وایکینگ ها نبود. این دریانوردان جنگجو که قدرتشان در کشتی سازی باعث شده بود تا جرأت سفر به سرزمین های دیگر را پیدا کنند، برای پیدا کردن سرزمین ها و در نتیجه غنایم بیشتر تا غرب اقیانوس اطلس هم رفتند. وایکینگ ها احتمالاً در قرن 8 وارد فاروه شدند و از آن به عنوان پله‌ای برای عبور از غرب در اقیانوس اطلس استفاده کردند. در اواسط قرن 9 وایکینگ ها در جستجوی سرزمین های جدید به ایسلند برخوردند و در سال 872 استعمارگران به رهبری اینگولف آرنارسون در جزیره مستقر شدند و یک جامعه منحصر به فرد به شدت مستقل و بدون هیچ گونه وفاداری رسمی با پادشاهان نروژ ایجاد کردند. از سال 930 مجمعی متشکل از رهبران ایسلند هر تابستان در دشتی در مرکز این جزیره با هم ملاقات می کردند. ادعا می شود که قدیمی ترین پارلمان جهان همین مجمع بوده است. آیوار بی‌استخوان پسر رگنار لورد بروک، جنگجوی مشهور و یکی از رهبران ارتش بزرگ هیتن، در سال 865 به انگلیس حمله کرد. دلیل این که به او بی‌استخوان می‌گفتند مشخص نیست، اما بعضی ها حدس می‌زنند که شاید نقص عضوی در پا یا استخوان‌بندی او وجود داشته که باعث شده تا به آیوار بی‌استخوان معروف شود. ماجرا هرچه بوده به خاطر زیرکی و بینش استراتژیکی که داشت معروف بود. آیوار بی‌استخوان آنقدر وحشی و قسی‌القلب بود که موقع کشتن دیگران در جنگ انگار که به خلسه می‌رفت و از خود بیخود می‌شد. وحشی‌تر از همه می‌جنگید و پیروز می‌شد. حمله و غارت وایکینگ ها که در انگلستان با حمله لیندیستفرن در سال 793 میلادی آغاز شد و با شکست حمله هاردرادا پادشاه نروژ در سال 1066 پایان یافت. با این حال نفوذ وایکینگ ها از خاورمیانه تا آمریکای شمالی گسترش یافت و چیزی نمانده بود که یک شبه و فقط با شکست در یک نبرد از بین برود. در همان زمان که هاردرادا به دلیل مصدومیت از ناحیه گردن در پایان مسیر پادشاهی خود بود، در استنفورد بریج فتح نورمن به دست وایکینگ ها اتفاق افتاد. رهبر آن و پادشاه آینده انگلستان ویلیام نوه بزرگ رولو یک وایکینگ بود.